حالا فکر کردید که چی میشد اگه توی ماینکرافت هرچی که نگاه میکردیم میومد توی دستمون؟ من امروز به بازی ماینکرافت یه قابلیتی رو اضافه کردم که با نگاه کردن به هر بلاکی اون بلاک میاد توی دستمون. هدف من توی این ویدیو اینه که برم به اند و اندر دراگون رو بزنم و بازی رو تموم کنم. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. بریم برای ویدیو. اوکی خب بذار اول تست کنیم. برگام داره کار میکنه، هرچی که نگاه میکنم میاد دستم. خب اونور درخت داریم، عالیه. اینورم از این بایون صورتی ها داریم. بریم یکم چوب بزنیم. اوکی اینم از یه چوب. بذار یکم چوب بده به من. خب یکم بذار بالا رو بکنیم. ایول چوب. اوکی خب اول من یکم پلنک بده. اینا هم پلنک کن. اوکی اول یه کرافتینگ تیبل بسازیم، بعد یکم اوکی خب کرافتینگ رو بذار اینجا. یه دونه کلنگ و یه دونه هم تبر. اوکی بیخیال. خب وایسا یکم کرافتینگ هم بهم بده. الان باید بریم یه ویلیج پیدا کنیم تا بتونیم هم غذا و وسیله ها رو اوکی کنیم. آره بریم. اوکی ما ویلیجمون رو پیدا کردیم، جای نسبتا خوبی هم هست، البته با جاش کاری نداریم. حالا باید یکم از این هیبیلا رو جمع کنیم تا بتونیم با ویلیجرها ترید کنیم. اوکی خب اینا رو بنداز دور. یکم نگاه کن. نه نشد. خب برو بیرون. ای بابا خب برو بیرون. ایول بریم تو کارش. اوکی ما به اندازه کافی ایبل جمع کردیم. کرافتینگ رو بذار اینجا. یه چند تا اسلب بده به من که اینا رو کامپوستر کنیم. اوکی خب این بیا اینجا. اوکی خب اینو بذاریم اینجا تا یکی بیاد بگیره. حالا آقا ما تریدامون رو کردیم. یه بلاک امرالد بده. خب به این صورت اینو میذاریم اینجا. یکم نگاه میکنیم تا اینا زیاد بشن و اوکی و بوم. حالا آقا 3 تا بلاک امرالدمون هم جمع کردیم. غلام بیا اینجا. بیا یکم بریم بالاتر و حالا اینم از آیرنا. اوکی خب بیا پایین بزنیم چند تا 3 تا آیرن همش. اوکی خب الان بذارید سوپ بخوریم ببینیم چه افکت میده. این چه افکت؟ آها نایت ویژن داده. اوکی خب یه هویج بده به من. هویج رو بخور. اوکی خب الان باید بریم ببینیم میتونیم یه چند تا آهن دیگه هم پیدا کنیم که اینو بلاک هاف آیرن کنیم تا بتونیم آیرن های بیشتری رو در واقع پیدا کنیم. خب اینجا ایول. خب استون اومد دستم. اوکی خب اینو بده بازوسون. ای بابا اوکی اینم آیرونور. اوکی به اندازه کافی برداشت. اینجا هم بود. حل خب اوکی ما آیرنا رو زیاد کردیم. این اسموت استونا هم بده بهم. اوکی خب الان یه بلس فرنس هم بده بتونیم آرمورای دایمندی بگیریم. آره با ترید کردن از ویلیجرها بتونیم آرمور دایمندی بگیریم و باید وایسیم تا صبح بشه دیگه. اوکی خب چی میفروشی؟ حل اینا رو بده بهم. چقدر امرالد میگیره ازم؟ بازم مهم نیست. اوکی آپگرید شو. اوکی این چین میلا رو بده بهم. ایول اون فلشرم کجاست؟ اینا هاشش. خب اینم تو چی میدی؟ تیر. ایول تیر جا نداریم به جای این. اوکی خب اینم به جای این. حله خب تو دیگه چی میدی؟ بازم تیر اوکی بده بهم. حله تو تیر کمون. اوکی خب بده. عالیه تو دیگه چی میدی؟ ایول اینا باز شد این ور وسیله های دایمندی. چرا نمیتونم؟ حاجی چرا نمیشه اینو چیز کرد؟ شاید نه آره شاید به خاطر این ایول فهمیدم. اینو بذار اینجا. حل خب این به جای این مثلا پولداریه دیگه داشتم. خب حله اینم بده. اوکی خب کراسبو. اوکی کراسبو ها رو بده تو دیگه. تو باید مستر. ایول خب این کلاهو بده به هم. حله چسپلیتو بده به من. اوکی تمام اینا رو بنداز بیرون و به همین راحتی فول دایمن شدیم. خب تو همین پاور و 2 آمبریکینگ 2 و خیلی عالیه. خب تمام دیگه. اوکی نه بذار یکم تیر دیگه ازش بخرم. بده وایسا بذار بریزیم بیرون. نه
حاجی اینطوری نمیشه. بریز بیرون که حرف درستی نیست. آره از اینجا برمیداریم. بذار چیا رو نمیخوام. اینو نمیخوام. اینا رو نمیخوام دیگه. این نمیخوام. کرافتینگ هم بوده. کرافتینگ. خب حاجی برگام ایول. پورتال ندرمون هم اوکی شد. ابسیدین، طلا، همه چی اوکی شد. بذار بریم سمتش. ابسیدین و اینجور چیزا رو اوکی کنیم. خب اول گلدن اپل. اوکی. خب اینو بزنیم بر بدن. اوکی. نه اینو بنداز بره. ابسیدین یکم ابسیدین جمع کن. سری باش. اوکی اینم از یک اینم طلا. بذار اینا رو بندازیم بره. حل. اینم از یه طلا. خب الان باید اینو یکم خالی کنیم. یکم جمع کنیم دیگه. اوکی. خب اوکی بریم پورتال ندرم. اوکی. خب پورتال ندرمون رو اوکی کنیم، درست کنیم تا بتونیم بریم ندر. خب بیاف. خب بیاف. اوکی. خب اینم از این. ای بابا بذار یه واتر باکت بزن زیر پام. حل. خب الان باید یکم دست و بالمون اوکی کنیم. کلاه بیاد اینجا. اوکی. یه بلاک درست حسابی بیاد. امرالد خوبه. حله. گلدن اپل بیاد. شما دو تا جاتون عوض کنید. اوکی دیگه. شیلدامون هم اوکیه. حله. خب یه گلدن اپل بزنیم. نه باید بذاریم تو ندر بعد بزنیم. حل آقا. خب بزنیم چه خبره. یه گلدن اپل رو بزنیم. حالا حاجی اونجا فورترسه. برگام بذار یکم بریم جلوتر ببینم اونجا فورترسه واقعا. اگه فورترس باشه حاجی خیلی خوب میشه دیگه. برو یکم بریج بزن بریم جلوتر. حل. بیفتم میمیرم 100%. آره دیگه فورترس حاجی معلومه. بذار برم جلوتر. برو. ای بابا. حل. آره دیگه اون پایه های فورترسه معلومه اصلا فورترسه. آره اوکی. بذار شیده رو خاموش کنم با دقت ببینیم یکم اشتباه نکنیم بریم زایشیم. اوکی یکم چانکار ببر بالاتر. 32 خوبه. خب ایول حاجی فورترس همین نزدیکیه برگام. اوکی آقا ما 17 تا بلیزرات پیدا کردیم. میگه که بنبسته. باید بریم حالا چند تا پیگلین برود پیدا کنیم تا بتونیم یه چند تا NPL ازشون بگیریم. حل آقا. خب یه چند تا پیگلین برود پیدا کردیم. اوکی خب بیا دنبالم بیافت ببینم میتونم یه جا گیرتون بندازم. حل آقا. نه چی حله. افتاد. همین رو نگه دارم. بذار نیبین جان پدرت نیبین. ای بابا. بذار چیکار کنیم. بذار بیفتن دنبالم. بیفتی دنبالم میتونم اوکی کنم. نه نمیشه. بذار چند گلدینگات بندازم ببینم میرن اونجا. پشمان با کله رفتن. حله. اوکی پس این توی کارمون راحت تره. اینا رو بنداز براش. یه چند تا از این بده بهش. نه گلد خیلی شیرین. گلد بلاک خیلی زیاده براشون. بیاف بیرون. برو بیرون. اوکی اینا رو گلدینگات کن. ای بابا یه دونه اندرپیل هم انداختن برام. اوکی اینو بده. نه ای بابا امان از شما دستی. اوکی این که نه بده. بذار این از اندرپیلا به جای چی بذاریم. این خوبه. اینم از گلد بلاک ها. حل. حالا گکس بیاد دستمون نزنم اینا رو فقط. اوکی خب حالا باید یکم اینجا ایفی کنیم. چند تا هم گلد بندازیم براشون تا اندرپیلای مورد نظرمون رو بدن. مورد نیازمون رو بدن در واقع. اوکی خب تقریبا 27 تا اندرپیل رو که کردیم. این بلیزا هم بلیز پاودر کن. یه استکشو فکر کنم اوکی باشه. حالا باید برگردیم به اوورورلد. بلاک چیز پورتالمون رو بسازیم.
بساز. حل. اینطوری یه دونه بالا یه دونه. الان تو چی میخوایی؟ میخوایی مثلا منو بزنی؟ بیا برو حرف بزن بچه. حل. خب فیلینتن سیلک و اینهاشه. خب بریم اوورورلد، بریم ببینیم جای خوبی اسپام بشیم، نزدیک پورتال باشیم امیدوارم. اوکی. خب شبه، یکم اینجا رو آتیش بزنیم. خب الان باید بریم دنبال پورتال بگردیم. کلا رو بذار، اینو دیگه نمیخوام. حل. گلدن کرت بیاد، یکم اندر پیل، نه سطل بیاد به جاش، آب بیاد. حل. خب حالا اینا هم اوکیه. نه دی بیل بره بالا. نه کجا بذاریم؟ ها اوکی شد. حل. خب الان بزنیم این طرفی رفت. حل. خب بذار همینجاست. آره رفت پایین. ایول پورتال همینجاست. بذار بریم پایین بکنیم دیگه. وای جون پیککس هم خیلی کمه، اینطوری بریم وسط ها میمونیم. بذار کرافینگ رو بذاریم اینجا، یکی دیگه درست کنیم. حل. وایسا چوب ندارم که بخوام استیک کنم، کاملا عالی. بریم بالا. ای بابا آسیدیم بیاد. اوکی. برو بالا. حل. اوکی. خب بذار یکم چوب برداریم. چوب بده به من. به جای چی؟ فیلینتن سیل دیگه نمیخوام. 3 تا لاک اوکیه بازم. نه نیافتی اینجا. کرافتینگ رو بذار اینجا، اینا رو استیک کن. همین بس کافیه. 3 تا مثلا 9 تا آیرن بهم بده. اوکی. اینو بنداز بیرون. اینم از یه پیککس. حل. خب اون یکی رو بده، چرا انداختی شاخه اونو؟ عقل کم. اینو میخوام. اون نمیخواد دیگه. اوکی پس بریم تو کاره. اوکی اینجا آبه که حاجی، اینجا استرانگ هولده. بزن اینجا استرانگ هولده. نه نیست. همچنان با به کارمون ادامه میدیم. نور بده به من. بلاک. اینجا بلاک اینجا هم بلاک و حل. وایسا. حل. اوکی. خب لیتس گو. اینم از استرانگ هولد. اوکی حل آقا. حالا باید بریم پورتال رو پیدا کنیم و بریم دراگون رو بزنیم دیگه. اوکی لیتس گو. حاجی چقدر صدا لاوا و اون سیلور فیش میاد. حاجی اینجا نیست. وات؟ برگام حاجی، برگام به خدا چیت نه، هیچ کاری نکردم، فقط صدا تشخیص دادم. برگام حاجی. خب ولی اینم از پورتال. حل. اینو بشکن. آره حل. اوکی یکی داره. حالا با یکم دست و بالمون رو خالی کنیم. حل آقا، ما یکم دست و بالمون رو خالی کردیم. بذار پورتال رو باز کنیم. اوکی حل. خب حالا این آیفندرها رو بنداز. نیاز نداریم دیگه بهشون. این بیاد اینجا. بلاک فعلا بره بالا. اینا رو نمیخوام. با کس آب 100% بیاد نیاز میشه. یه سک بلاک. این به جا این بیاد. نمیخوام بیل بشه دردم میخوره. به جاش اندرپیل بیاد. آره اندرپیل اوکی. خب حالا بریم. حاجی میتونی. لیتس گو. خب ایول حاجی. خب حالا باید یکم بکنیم بریم بالاتر. اوکی خب بذار حل چشاته. یه گلدن کارت بخور. اوکی یه دونه هم گلدن اپل بخور. حل. حالا باید اینا رو دونه به دونه اینطوری بزنیم. حل. آقا این نمیشه، از اینجا نمیرسه تیر بهش، برجا خیلی بلنده. آره نمیرسه، باید با اندرپیل بریم بعد با بلاک بذاریم بریم بالاتر. بذار اوکی. یا خدا نه
اوکی هیچ اتفاق خاصی نیفتاده، فقط یه بار مردیم. اوکی و وسیله ها رو جمع کنیم و بریم به ادامهش برسیم. مثل یک آدم باید بریم بالا. حالا اینم از آخری. اوکی دیگه. خب حالا باید شروع کنیم فراوان رو بزنیم. اوکی اینم از آخرین تیر و بوم. حل. ایوه اینم کامل شد. چی میگی تو؟ چی میگی داداش؟ بکش بیرون از ما دیگه. من یک پسی بزنم به تا. بیا اینجا بیا. آها حله. خب ایکس پی ها رو بگیر. ایول حاجی چقدر ایکس پی، صداش لذت بخش خدایی. واه چقدر ایکس پی. ایول. خب حالا بذار با کتابمونم باکت. آره دیگه سطل آبمونم برداریم. اینم بده. کجا رفت؟ ای بابا. اونجا رفت. بذار اینم برداریم و به نمادمون اضافه کنیم. اوکی خب تورچو بده من. نه تورچو بده من. اوکی تورچو میذاریم اینجا. اینو میکنیم. حل. چی رو نمیخوایم؟ اینو نمیخوام. حل. نه اوکی خب اینو میندازیم اینجا. برگام سبحان الله. ایول حالا باید بریم. ما دیگه کار دیگه ای نداریم. اوکی میایم اینجا. بذار گلدن اپل رو برداریم. میایم اینجا یکی میزنیم بر بدن. اوکی اینجا وای میسیم. اوکی اینو میندازیم و خودمونم میریم. یادتون نره لایک کامنت سابسکرایب حتما انجام بدید. یادتون نره بوس.